استناد آقای عرفان قانیفر در این زمینه چیست؟ به توضیحات رو گوش کنیم. آقای قانیفر خیلی خوش آمدید. این اولین برنامه با شما در سال 2023. من تو تبریک میگم به رضا کیهان عزیز که داره برنامه رو هدایت میکنه. درود بر شما. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب میگودی و همه هموطنان عزیز ارجمند و امیدوارم که سال جدید سال پیروزی مردم ایران باشه در رساخیز ملی که دنبال می‌کنیم. به من بفرمایید که این برداشت من درست بود؟ یعنی اگر برجام امضا نشه و به پول به دست جمهوری اسلامی نرسه ریزش اونها حد اکثر بین 1 سال تا 1 سال و نیمه. بله کاملا درست. من به طور هفتگی یا در اندیشکده‌ها مثلا اندیشکده خاورمیانه خب تحلیل خودم رو دارم. دیگه ابایی هم در نشنال نیوز اسرائیل مطلبی رو خواهم نوشته. من تصورم اینه که نظام ملایان چند مشکل دارن. یکی مشکل بحران محیط زیست هست که فروپاشی کامل هست. یکی بحران اقتصادی است که غیر قابل کنترل هست به خاطر فساد شدید و سومی فساد صنعتی هست که در واقع صنعت ایران عملاً تعطیل هست، چیزی در توسعه و عمران وجود نداره و بعد یک نوع بحران در داخل دستگاه خلافت اسلامی ولایت فقیه هست و اون هم برای جانشینی خامنه‌ای و پنجم مسئله امنیت داخلی هست که در واقع جامعه هراسیده و معترض در خواهان در واقع فروپاشی این سیستم فاسد هستند به اسم مردان خدا. بنابراین این چند تا عامل در کنار هم اگر بذاریم طول میکشه. این بالاخره راه دموکراسی راه سنگلاخ هست، راه یک شبه گشاده نیست و مردم ایران حالا این نشیب و فراز رو افتان و خیزان دارن طی میکنن و پیشبینی بنده در تحلیلم این بود که بین 1 تا 1.5 سال دیگه طول خواهد کشید تا بالاخره برخی موانع از سر راه برداشته بشه و برخی چهره‌هایی که در واقع ادامه جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستند از لابیگری خودشون دست بردارن و از تحریف واقعیت‌ها تا 1 سال 1.5 سال خوشبینانه است که به پیروزی برسیم. آقای قانیفر بسیاری از احزابی که توی این 100 سال در ایران ایجاد شدن، خب چون ما با تحزب هم آشنایی نداشتیم، جامعه دست کم آشنایی نداشته، اغلب وابستگی‌هایی داشتن به قدرت‌های خارجی. یکی از شاید بدنام‌ترین اونها نهضت آزادی است که تقریبا با بسیاری از دستگاه‌های استخبارات در خاورمیانه ارتباط داشته، مثلا با مصر ارتباط داشته و دوری که عباس شیبانی بود. عباس شیبانی که از تحسین کنندگان جمال عبدالناصر بود، با اینکه اون دوره مصری ها در صوت العرب شعار میدادن که اینجا خلاصه خلیج عرب، در واقع اونها انتخاب به لق رو شکستن و هنوزم ادامه دادن. به اضافه ارتباط با دستگاه استخبارات لیبی است، این دیگه قضیه آشکاری است. از طریق آقای ابراهیمی یزدی با دستگاه‌های امنیتی آمریکا در ارتباط بودن، ارتباط دائم بودن. در دوره‌ای که خمینی در پاریس بوده اینها مرتبط بودن با دستگاه امنیتی اروپا به ویژه فرانسه و یعنی این بشوده و یه امری نیست که بهشون رو انکار کرد. مثلا دیدم که نهضت آزادی نامه نوشته به شورای عالی امنیت ملی در ایران و هشدار داده که ایرانیان خارج از کشور دارن آلت دست نیروهای خارجی میشن. ممکن در این زمینه توضیح بفرمایید؟ عرض کنم این نهضت مثلا آزادی ولی در واقع بدنام‌ترین و منفورترین افرادی که راهگشایان اهریمن شدن و ایران رو به این حال و روز فعلی انداختن و در این جنایت دست دارن، اینا همین که شما به درستی و حرفه‌ای اشاره فرمودید، الجزایر، مثل یاسر عرفات، لیبی، صدام حسین، اخوان المسلمین، یعنی نهاد تروریستی وجود نداشت که این حضرات با اونها رابطه نداشته باشن. عکس بوسیدن یاسر عرفات، این حضرات مشتاق مصدق قسطنطنیه که وایسادن در صف یاسر عرفات رو ببوسن، اون خودش گویای واقعیت تاریخ این نهاد تروریستی هست. در سال 1340 در بهار 1340 وقتی تأسیس شد، فکر می‌کنم 25 اردیبهشت میشه، در واقع هر لحظه تا امروز چیزی از جنایت و خیانت و مصالح و منافع ملی ایران کم نذاشتن. خلق مجاهدین خلق، یعنی زاییدن مجاهدین خلق از بطن نهضت آزادی، یکی از شاهکارهای این حضرات هست
ولی شما در نظر بگیرید در 12 اسفند سال 58 همین بازرگان در روزنامه‌ها به خبرنگاران گفت، به موقع نمیدونم حضرت در کدوم رسانه تشریف داشتید، رسما گفت که چتونه از دادگاه‌های انقلاب شکایت می‌کنید، هنوز به 60 نفر نرسیده اعدامی‌ها، ولی بالاتر از 100,000 نفری نیست که شاه و ساواک اعدام کرده. کسی از این مترجم قرآن متخلف پرسید که آیا سند و مدرک شما چی هست در واقع؟ و یا در سال حدوداً اشتباه نکرده باشم یادنامه سال 20 نهضت آزادی هست در صفحه حدوداً 49-46 که خودشون نوشتن که مجاهدین خلق فرزندان خلف نهضت آزادی هست. یا مثلا همین حسن نزیه در آلمان سخنرانی می‌کرد، میگفت 37 سال علیه استبداد شاهنشاهی مبارزه کردیم. ولی دانشجویی سوال کرد، گفت قربان زندان رفتین؟ گفت خیر. بعد ایشون داشت راجع به استبداد شاهنشاهی سخنرانی می‌کرد. این اباطیل در واقع در مربع شوم بازرگانی یزدی صحابی طالقانی ادامه داشته تا این لحظه و این حضرات تمام خوبیتشون جمهوری آخوندی است و نمیخوان جمهوری آخوندی از بین بره. بنابراین چه نهضت آزادی، چه جبهه مثلا ملی و غیره افرادی هستن که دوستان قدیمی نواب صفوی بودن، خودشون در یادنامه نهضت آزادیشون نوشتن که رابطه نواب صفوی و فدایان اسلام با حضرات چی بوده و اینها بماند برای فرصت دیگه‌ای که بهش اشاره خواهیم کرد. ولی در بهمن 57 چه کسی دست خمینی رو اول بوسید؟ مهدی بازرگان. حالا توقع دارید که ایشون قانون مشروطه رو اجرا بکنه؟ خیر، اینها افرادی هستن که در واقع به جانیان ایران مثل خامنه‌ای، خلخالی، مکارم شیرازی، یزدی و غیره خودشون بیانیه دادن در 16 آبان 56 و گفتن شاه زندانیان سیاسی را شکنجه می‌کند. حالا این اسامی رو جوانان برن تحقیق بکنن که چه جانیانی بودن، یعنی افرادی مثل خامنه‌ای، مکارم شیرازی، خلخالی، اینها رو میگفتن زندانی سیاسی. تشکر می‌کنم. سندی چاپ شد در نشریه ایران شناسی از نهضت آزادی. من اول باورم نمیشد ولی دیدم نه، سند درست، یعنی خود بیانیه اعلامیه رو منتشر کردن. یکی از اولین سازمان هایی که بعد از اینکه پادشاه ایران حق رأی داد به زنها بتونن در انتخابات شرکت کنن، انتخاب بشن، انتخاب بکنن، نهضت آزادی است و محمد رضا شاه پهلوی رو متهم کرد به فحشاپروری، یعنی دادن حق رأی به زن به عنوان یک اقدامی در جهت فحشاپروری در ایران قلمداد شد. اصلا غیرت انگیزه. این فکلی های ما، آخوندهای فکلی ما خیلی بدتر از آخوندهای معمم بودن، خیلی بدتر. به هر حال خود اینها باعث شدن که مردم دچار فریب بزرگ بشن و این راه رو برن که نتیجه شو داریم میبینیم. بریم به سوال بعد. آقای مانیفر، وقتی جنبش انقلابی در ایران شروع شد خیلی موانع در برابرش بود. یک موانع داخلی بود، دو موانع بیرونی هم. بیرون از ایران این جنبش موفق شد خیلی از موانع رو از میان برداره. الان انقلابی که زیر پوست جامعه ایران میگذره واقعا انقلاب سختناکی، اتفاقات داره میفته که خارج از تصور بوده. اینکه زنها یک خلق رو در هم شکستن که به اصطلاح وابستگی داشته با بقا و موجودیت جمهوری اسلامی، یعنی حجاب یا عنصر لاینفک، نمیشد اون رو از بدنه حکومت جمهوری اسلامی سوا کرد. و داریم نتایجش میبینیم. بعد روزی که از کنم دیگه یک شاهی سرمایه گذاری نمیشه در فیلم هایی که بازیگر اصلیش قرار حجاب اجباری داشته باشه، چون میدونن یک شاهی فروش نخواهد داشت. من که دولت بره فیلم بسازه با همین کارگردان ها و هنرمندان خودش، هنرپیشه‌های خودش، بازیگران خودش، وگرنه دیگه هیچ سرمایه گذاری در ایران حاضر نیست طبق نسخه پیشین بره دنبال فیلم. اینا انقلاب یعنی چی؟ اتفاقات داره در ایران که بعد از دیگری میفته. یا همین آتش زدن تصاویر قاسم سلیمانی یا سوزاندن مجسمه های او که نشون دهنده باز تغییرات اساسی در مملکت و میهن ماست. کسی که روزگاری مردم ایران رو به عنوان قهرمان میشناختن،
به عنوان قهرمان ازش یاد میکرده. کسی جرئت نمیکرد به اون انتقاد بکنه. امروز میرن مجسمش رو آتیش میزنن. حالا خیلی از موانع در ایران از برابر پای این انقلاب برداشته شد. خیلی از موانع در بیرون از ایران که اونم خارج از تصور همه ما بود. میخوام ببینم هنوز چه موانع کلانی وجود داره که باید اونها رو از سر راه انقلاب برداشت. بفرمایید. عرض کنم که حدود 90 روز پیش در همین برنامه حضرت علی افتخار داشتم که حضور داشته باشم. اونجا عرض کردم که موانع اون موقع یکیش تجزیه طلب‌ها، کهنه بحثی‌ها که افراد وابسته به صدام حسین بودن، یکی اصلاح طلب‌ها، یکی جنسیت زده‌ها که هر چیزی زیر بنان مرد فرقه‌ای بکنن و قبیله‌ای بکنن، و یکی دیگه در واقع بخشی از لابی‌های وابسته به حضرات ملایان در خارج از کشور که در واقع میخوان جنایت رو توجیه بکنن. اینها چیزهایی بود که 90 روز پیش خدمتتون عرض کردم. الان در شرایط فعلی هراس و خوف من از چیزی است که آنچه در شوروی و روسیه فعلی رخ داد اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی در واقع اون هسته تبدیل بشه به جمهوری اسلامی ثانوی و در واقع از داخل خودش پوست اندازی داشته باشه و از داخل خودشون یک کسی کنترل اوضاع رو در دست بگیره، مردم رو فریب بده و در واقع ساختار عوض نشه. یعنی نهاد شوم اختاپوس ملایان باقی بمونه و تبدیل نشه، و دیگری اینه که نهادهای سرکوب تبدیل بشن به نهادهای دیگه. این هراس من هست در شرایط فعلی، مثل باند رفسنجانی، باند حاتمی و با اپوزیسیون جعلی خودشون در خارج از کشور که ساخته و پرداخته کردن و متاسفانه با سانسور کرده هایی در خارج از کشور زبان املاک رسانه در واقع شب و روز مغز مردم ایران رو به بازی گرفتن و جوانها رو میخوان دلسرد بکنن در راهی در پیش گرفتن. این هاست موانع و من هنوز بر اعتقاد خودم هستم که امیدوارم شناخت مردم باعث بشه که بتونن راه درست رو طی بکنن و به سر منزل مقصودشون برسن. جالبه. بنا به گفته محسن رفسنجانی، پسر هاشمی رفسنجانی، هیچگاه اجماع جهان برای حمایت و پشتیبانی از جنبش مردمی در حد این پشتیبانی موجود در خارج از ایران از جنبش مردم ما نبوده و نیست. این خیلی شاده. یعنی خود حکومت هم متوجه این خطر شده و من مطمئنم که بالاخره قدرت‌های غربی در نهایت به یک سیاست مشترک، یه استراتژی نیرومند مشترک در برابر جمهوری اسلامی خواهند رسید. اینجا که ما شاهد تغییرات اساسی هستیم، یعنی حس می‌کنیم این تغییرات. البته لنگان بوده ولی ناگهان خود حکومت هم در ایالات متحده آمریکا متوجه این شده که جمهوری ولایت فقیه هیچ فردایی نداره به هیچ اثر، نداشت امیدی بست. اما برسیم به حاجی زاده در سپاه پاسداران. نکته این میگه که به نظر مایز اهمیتی، میخوام اون رو با آقای قانع‌پر در بیان بگذارم. میگه همینطور که ما در سوریه علیه مردمی که دموکراسی میخواستند بلند شدیم، با اونا رو سرکوب کردیم، همین کار رو باید در ایران کرد. یعنی در واقع یه نوع اعلام ضدیت با دموکراسی دیگه. به نظرم یکی از نمادهای تمدن غرب، یعنی همین اشتباهی که آقای خامنه‌ای کرد، دخالت دادن ایران در جنگ اوکراین که مفهومش همکاری با پوتین برای مقابله و رویارویی با تمدن غرب. این خواست نهایی پوتین بود. یعنی چیزی که او میخواد اینه که به هر شکلی از اروپا رو به هم بریزه و تصور میکنه با به هم ریختن اروپا در واقع میتونه خط بطلانی و یک تمدن کهنسال بکشه. بفرمایید. عرض کنم حاجی زاده در نهادی کار میکنه به اسم نهاد تروریستی سپاه پاسداران و نهاد تروریستی سپاه پاسداران مجموعه است از همین اجامر، اوباش و افرادی که در واقع از زمستان بی‌بهار 57 تا این لحظه کارشون همین
حرکت در راستای تفکر خمینیسم بود. توضیح نیست. حاجی زاده کسی که دستش در خون مردم آلوده است به خاطر ماجرای هواپیمایی که انداخته شد، هواپیمای اوکراین. حاجی زاده شخص بسیار گانه‌ای است از این نظر که فکر می‌کنه مثلا اگر ایران دارای موشک دوربرد باشه اولتراسونیک، مثلا میتونه اسرائیل شب نابود بکنه. در حالی که خودش هم میدونه در غیر واقعی است. خودش هم میدونه که نمیتونه نظم منطقه‌ای رو به هم بریزه با موشک. خودش هم آگاه هست شاید که در واقع این افراد با این اوباشیگری نمیتونن راه به جایی ببرن در عالم جهان ممکن و نظم، ثبات، امنیت و صلح منطقه رو هم نمیشه با موشک و پهپاد و غیره ادامه داد به خطر انداختنش. ولی خب به هر حال ایشون میگه و اینا و تصور ذهنیش این هست چون دموکراسی با ذات ملا منافات داره و اونایی هم که میگن روشنفکر دینی ملی مذهبی یا اینا شوخی هست با خرد مردم، ما همچین چیزی نداریم. ولی در واقع اگر دموکراسی وجود داشته باشه همچین اوباشی هم در همچین مشاغل قرار نمیگیره. ولی به هر حال این شخص منحط الفکر نمایش تفکر خمینیسم هست و چیزی جز این نمیشه دربارش توصیف کرد. آقای خلیفه و کسی است که دخالت داشته در موشک پرانی به سمت هواپیمای اوکراینی، ولی فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران تروریستی هست. چه کسی اجازه شلیک موشک رو جز ایشون میتونه صادر بکنه؟ عملا ایشون و عوامل و انصارش که میخواستن با بوق‌هاش در رسانه‌های خارج از کشور، بعضیشون هم متاسفانه در برخی رسانه‌هایی کار میکنن که مردم تصورشون بر این هست که براشون بخواد دموکراسی بیاره. اینها در واقع کارشون شستن خون توسط جنایت که سپاه پاسداران مرتکب شده بود 24 ساعت بعد. CIA و اون موقع خانم هاسپل رئیس CIA بود و آقای پومپئو وزیر خارجه بود. اگر CIA و وزیر خارجه امریکای وقت اعلام نمی‌کردن که ایران خودش موشک زده، اینها می‌خواستن عزاداری را بندازن و اون تقلب رو اجرا بکنن و به مردم یه چیز دیگه‌ای رو بدن. در کجای جهان سراغ دارید؟ حتی قبیله وحشی در هیچ جای جهان همچین چیزی صورت نگرفته ولی این افراد انجام دادن و بنابراین حاجی زاده جز چهره‌های منفور هست که من تصور نمی‌کنم که زنده از دست مردم خارج بشه اگر رستاخیز ملی ایران موفق بشه. با این ریزش هایی که در سپاه و در مسیر در همه جا شروع شده، همچون در حوزه علمیه، حوزه های علمیه، حتی بین مدرسین، بین روحانیون، خب پر واضحه که در نهایت در روز مبادا بسیاری از کسانی که در تنه سپاه هستن تکلیف خودشون با افرادی مثل حاجی زاده روشن میکنن دیگه، چون اینا اصلا موجودیت و زندگی همه رو به خطر انداختن. یعنی چقدر باعث بدنامی سپاه شد. امروز خانواده های وابسته به سپاه پاسداران احساس امنیت ندارن، یا حتی وابستگان به روحانیون یا طلبه ها، چه در قم، چه در مشهد، اصفهان، یزد، دارالعباد. من گفتگو میکردم با یکی دوستانم در یزد، حرفش این بود که امروز معممین در یزد، دارالعباد یزد احساس ناامنی بیشتری دارن تا نسبت به زنهایی که بدون حجاب به خیابون ها میان. احساس ناامنی اونا بیشتره، ناامنی روحانیون و طلبا. اینا انقلابه، اینا معناش انقلابه، معنای دیگه ای نداره. یعنی انقلاب هم زیر پوست جامعه داره میگذره. حالا روز هم باید به اصطلاح دوره رشد خودش رو طی بکنه و برسه اون مرحله‌ای که امیدوارم دیگه همه ما احساس هم آرامش کنیم، هم امنیت از اینکه یه دوره خطیر و بحرانی رو بالاخره پشت سر گذاشتیم. آقای غالفه خیلی تشکر میکنم. چی الان در دست نوشتن دارید آقای غالفه؟ الان یک کتاب انگلیسی هست به اسم رژیم چنج در ایران یا تغییر رژیم در ایران که این رو دارم انجام میدم برای یک انگشتری. امیدوارم در نوروز ما که فرا میرسه تقدیم بکنم، ولی سرشلوغی اگه بده. به زبان انگلیسی است بنابراین؟ زبان انگلیسی است. قبلا زبان انگلیسی از بنده کتاب مولای مخوف منتشر شد حدود 1.5 سال پیش که رئیس CIA محبت کرد و تشریح کرد. این دفعه
کتاب اسمش رژیم چینج در ایران هست، تغییر رژیم در ایران، و در واقع سعی کردم که به صورت مقاله ها و نوشته های متفاوتی من بیام که نهادهای تروریستی رژیم رو بررسی بکنم در سرکوب و اراده تغییر جوانها رو هم بررسی بکنم در 18 جنبش قبلی که از سال 1357 تا الان مردم ایران بارها و بارها علیه استبداد ملایان انجام. تشکر می‌کنم از حضور